همین 2 سایت داره. این پروژه تا الان 12.5 میلیون دلار سرمایه جذب کرده و سرمایه گذارهاش هم معتبرن، یعنی چیز الکی و فیک نیست. اینم توییترشه، حتما فالو بکنید و داشته باشید که اخبار و هر چیزی بیاد اونجا براتون قرار میدم. پروژه خوبیه و چون ساده است بهتون معرفی میکنم. حالا یک هفته دیگه بازیش میاد، بذارید وارد سایت بشیم از سایتش بهتون توضیح بدم. لینک سایتشو براتون داخل دیسکریپشن و کامنت ها پین میکنم، وارد میشید یه همچین صفحه براتون باز میشه. قبل از اینکه بخوام لاگین کردن و ورود به سایت رو بهتون توضیح بدم، یکم میایم پایین، اینجا توضیحاتو بهتون نشون میده. راجع به کارکرد سایت هم اگه بخوام بهتون بگم، کارکرد پروژه خودش گفته که ما یه پلتفرم میخوایم فراهم بکنیم که خیلی سریع باشه و خیلی ایمن باشه. یعنی اینکه شما مثلا به جای اینکه در ساعت دقیقه بهتره بگم، در دقیقه مثلا روی اتریوم شما که نه، کلا همه میتونن مثلا 100,000 تا تراکنش بزنن، این میخواد یه کار کنه که در دقیقه مثلا بتونن چه میدونم 500,000 تا تراکنش بزنن، 1 میلیون تراکنش بزنن و امنیتش هم بیشتر بشه. یه همچین کاری میخواد انجام بده. از این پروژه زیاد اومدن و رفتن که گفتن ما میخوایم سرعت ببریم بالا، تراکنش ببریم بالا، فوران کنیم، بیسار کنیم، ولی این جالب بود به نظرم و تا الانم رکوردهای خوبی زده. حال کردم باش، پروژه اوکیه به نظرم. اگه بتونه به اهدافی که گفته عمل بکنه و درست حسابی پیش بره، فقط به فکر جیب خودش نباشه، یه ایردراپ اوکی هم بده، کامیونیتی هم ازش حمایت میکنه و ممکنه آینده یه چیز خوبی واقعا ازش در بیاد. حالا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. یه گیم هم میخوام بدن که تقریبا 6 روز دیگه شروع میشه. بازیش مشخص نیست چطوریه، فقط اینکه باید صبر بکنیم ببینیم چی میشه دیگه. حالا صبر میکنم که هر وقت بازی شما بهتون میگم. یه چیزام میگم، رفرال گیری نداره، یعنی قسمت زیر مجموعه گیری نداره و این نکتهش خیلی خوبه چون که همه چیز یکسانه دیگه، فقط اینکه به زحمت خودتون بستگی داره. این از سایت اولش. سایت دومش هم یه همچین سایتیه که باید پرایوت کی والتتون رو وارد بکنید و داخلش تراکنش بزنید. اینم بهتون توضیحشو میدم. برای ثبت نام کردن روی این 3 خط بالا کلیک میکنید سمت راست و از اینجا یه گزینه لاگین داره، روی لاگین میزنید و با حساب گوگل یا همین جیمیلتون ثبت نام میکنید داخل سایت به همین سادگی. بعد از اینکه جیمیل رو زدید، کد بهتون داد، کد رو وارد کردید، یه همچین صفحه‌ای باز میشه. اینجا میگه یه دونه یوزر نیم واسه خودتون تعریف بکنید و بعد روی این گزینه کلیک بکنید و یوزر نیمتون رو برای خودتون ثبت کنید. الان ببینم آره آپدیت شد و واسه من ساخته شد اون یوزر نیمه. خیلی خوب، روی این گزینه کلیک بکنم دوباره یه سری جزئیات چیزا رو برامون میاره، همون یوزر نیم و اینا، و حالا آپدیت هم میتونید بکنید که خیلی مهم نیست. روی هوم کلیک میکنیم، صفحه اصلی سایتش برامون باز میشه و اینجا میتونیم به کوست دسترسی داشته باشیم. حالا چطوری؟ ببینم گزینه دیگه ای داره. آره گزینه کوست اینجا هستش. گزینه سوم روش کلیک میکنید، صفحه کوست براتون باز میشه. توی صفحه کوست که وارد میشید الان ببینم رنک ماه رنک من الان 42. دروغ میگی؟ یعنی من با اینکه هیچ کار انجام ندادم رنکم 42. خب این واقعا منطقیه. اگه اینطور باشه که پس فکر کنم هیچ کس اصلا تو این پروژه نیست. چقدر خوب اگه اینطوره، واقعا خفنه که نمیدونم، شاید این باگ خورده، شاید 42,000، واقعا نمیدونم. اوکی، حالا بریم تسکاشو انجام بدیم. و الان چی گفته؟ کوستا گفته الان بذار سوشال چالش اولیه، گفته اینو باید توی اسم ایکسمون اضافه کنیم. این چیزی که اینجا خودش آورده، فکر کنم اینو باید کپی کنیم. بذار من روش کلیک بکنم ببینم چی واسمون میاره. اول از همه اینو کپی میکنیم، روی کپی کلیک میکنیم که کپی بشه. بعد اینجا وریفای باید کلیک بکنیم. اوکی، اول باید وصل بکنیم دیگه، توییترمون اول باید متصل بکنیم بهش. برای اینکه بتونید اکانتتون رو متصل بکنید، توییترتون رو متصل بکنید، بخش مجزایی نداره. شما اول باید بیاید یه دونه تسک توییتر رو پیدا بکنید، مثلا این تسک اولی که آورده اینجا کانکت واسه ما میاره. کانکت ایکس اکانت رو کلیک میکنید، از اینجا خودش وارد توییتر میشه، اکانتتون رو متصل میکنید، بعد تسکای توییترش انجام میدید و اون اسم رو هم جایگزین میکنید. الان من اینو اول متصل میکنم و یه چیزم بهتون میگم، حتما حواستون باشه به اون سایت دومش اگه پرایوت کی میدید یه والتی باشه که خالی از دارایی باشه. اگه اینجا توییتر متصل میکنید یک توییتری باشه که خالی از دارایی، که نه توییتر خالی از دارایی نمیشه، یه توییتری باشه که خیلی براتون مهم نباشه، یعنی توییتر اصلی و کاری اینا نباشه، توییتر واسه ایردراپ زدن اینا باشه دیگه، این مدلی باشه. و آره این نکات رو رعایت بکنید که خدای نکره اتفاقی واسه چیزی پیش نیاد. الان ما لایک میکنیم، اینم ریپوستش میکنیم، برمیگردیم عقب
و اینجا باید روی گزینه کلیم کلیک بکنیم که این پوینتش واسه ما کلیم بشه. به همین سادگی ما الان پوینتش رو دریافت کردیم. این از این پستش و این رنکش فکر کنم باگ خورده چون من 42 نمیتونم باشم و اون 100% واسه ما باگ خورده. حالا بریم تاسک اول رو انجام بدیم. برای انجام دادنش وارد توییترمون میشیم، وارد عکس پروفایلمون میشیم، از اینجا روی ادیت پروفایل باید کلیک بکنیم و کنار اسممون اون چیزی که کپی کردیم و اینجا پیست بکنیم. الان همینه دیگه. آره یه اسم مزخرفی هم هستش ولی خب چون توییتر اصلی نیست برای همین قضیه اوکیه و اصلا مهم نیست. خب برمیگردم اینجا روی وریفای کلیک میکنم. الان باید وریفای شه، اگرم نشد یکی دو بار دیگه تست میکنم، مشکل نداره که خدا رو شکر تایید کرد و به همین سادگی حالا ما برمیگردیم عقب و اوکی یه بار دیگه باید کلیک بکنم برگرد عقب. حالا برمیگردیم تاسکای دیگه انجام میدیم. تاسکای دیگه هم یه سری تاسکای سوشاله و یه سری تاسکای ساده که مثلا این چی گفته که اوکی وارد پست توییترش میشیم و باید یه پست براشون بذاریم، یه پست باید درست بکنیم واسهشون و ایشون رو تگ بکنیم و همین. حالا پستی که گفته بذارید به صورت ترده دیگه، همون ثرد. حالا این چه شکلیه؟ این شکلی که شما باید یه رشته توییت بزنید، یعنی یه چند تا توییت پشت سر هم دیگه. چه شکلیه؟ میرید به چت جی پی تی میگید، من خودم به چت جی پی تی گفتم، به چت جی پی تی چی میگید؟ میگی آقا این تاسک فلان ایردراپه، به من یه پست بفرست، یه ترد واسه من بفرست. که به همین سادگی الان مثلا اینجا دمش کم هم نذاش، 7 تا ترد زد، خیلی زیاده ولی خب اوکی دیگه، اشکال نداره. الان اینجا واسه ما اینا رو زده، دونه دونه کپی میکنیم از اولی و مثلا اولی رو میذاریم، از اینجا میایم اولی رو پست میکنیم. اولی پست نمیذاریم که پست بشه، اولی رو زدیم. یه همچین گزینه این پایین واسه ما داره، یه گزینه به علاوه که الان دیگه نیست. صبر کن الان باید بیاد، معلومه هست کردم اینجا باید واسه من بیاد. اینا یه عکس به علاوه این پایین هستش، روی این به علاوه کلیک کنی یه پست دیگه انگار میاره، یعنی اولیو زدی یه جا اینجوری باز میشه واسه دومیه، بعد دوباره به علاوه رو میزنی سومی باز میشه. ترید این شکلیه دیگه. الان مثلا من روی به علاوه کلیک میکنم و این آخریه رو کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم. بذارین آیشم بزنیم، چرا رفت اونور؟ اوکی ما الان اینو میزنیم، اینو کپی میکنیم، برمیگردیم عقب، این پست رو اینجا میذاریم و الان تموم شد به همین سادگی. حالا اگه خواستیم میتونیم تگش هم بکنیم که ما تو پست اول تگش کردیم دیگه، بیشتر از این نیاز نیست. حالا این پست رو میذاریم و ساب میکنیم کامل همشون پست بشن و لینکش رو کپی میکنیم و به اشتراک میذاریم داخل جایی که خودش گفته. اینو الان ما اینجا کپی میکنیم. الان اینطور که مشاهده میکنید میبینید همشون اینجا رشته توییت شده، یعنی پشت سر هم دیگه انگار ما چند تا توییت پشت سر هم دیگه زدیم. این شکلی انجام میشه و خیلی ساده، چیزی هم نداره. اگه بخوام از اولش هم بگم، روی اینجا روی پست گذاشتنه کلیک میکنید روی گزینه پست، اینجا مثلا یه متن میزنی، رو به علاوه کلیک میکنی، متن بعدی رو مینویسی و به همین سادگی. اینو ما الان انجام دادیم و لینکشو بعد بیام اینجا بذارم. صبر کن لینکش کدوم بود؟ فکر کنم این بود اگه اشتباه نکنم، همین بود دیگه. آره اینجا روی کلیم کلیک میکنیم. الان بعد پوینت رو بهمون بده و فکر کنم هم زود بده، یا اینکه مثلا بررسی میکنم میدم، اونو دیگه خدا میدونه. خب الان رفت روی آندر ریویو، یعنی اینکه دارن بررسی میکنن، بعد حالا تایید شد یا تیک میزنن یا ضرب در، که 100% تیک میزنن چون پستی گذاشتیم کامله. پست بعدی هم دوباره یه همچین چیزیه و اینم دوباره میتونید اسکرین شات بگیرید بفرستید واسه چت جی پی تی که پست براتون اوکی بکنه. اینو که انجام دادیم، اینم که دوباره ریپوست و لایکیناس. میایم پایینتر، اینجا چند تا کویز داره. این کویزا رو یه سریاشو خودتون میتونید انجام بدید، یه سریاشو بعد یه جوابی بنویسید، یا فکر کنم کلا جواب داده. اینو یه پیج هندی گذاشته بود، بذارید من برم یه چک بکنم ببینم انجام دادن کویزش به چه شکله، بعد میام به شما هم توضیح میدم. واسه شما هم مینویسم داخل دیسکریپشن و کامنت ها اون چیزشو، اون جواب کویزهاشو. خب بذار ببینیم جوابش تغییر میکنه یا نه. اولیو گفته بعد نو بزنید، اینو نو میزنیم، این الان باید تایید بشه واسمون. اوکی خب پس درسته. بعدیو کلیک میکنیم، above، اینی که اینجا نوشته اینو باید کلیک کنید، اولین گزینه بود واسه من، above نوشته دیگه، اینم تایید شد. من ضربه رو بزنم، بیایم آخری هم با نان شروع میشد. آره اینم از اینم باید تایید بشه. به همین سادگی کویزش هم انجام شد. حالا اینا رو داخل دیسکریپشن و کامنت هم براتون مینویسم که دیگه به مشکل بر نخورید خدای نکرده. این از کویزاش بود. خیلی کویزای ساده ای داره، 1000 خورده تا پوینت جمع کردیم، رفرال گیری نداره و هممون به یه میزان میتونیم امتیاز به دست بیاریم. حالا یه سری تسکای دیگه هم داره، ما کلیک میکنیم که البته اینا انجام ندادم ولی خب نه انجام داده بودم، گفته بود فالو بکن. اوکی
بریم تاسکای توتش هم انجام بدیم و همین چیز خیلی خاصی نداره. اینو دیگه خدایی انجام نداره. تیک میخوره. من این سری از تاسکاشو انجام نمیدم ولی تیک میخوره. بنازم خیلی هم خوب، ولی تا حد امکان سعی کنید تاسکاشو انجام بدید. حالا چرا؟ چون بعضی وقتا سری از پروژه ها آخر اینکه پروژهشون داره تموم میشه یه رباتی فعال میکنن که میاد فعالیت شما رو بررسی میکنه و اگه فعالیت درست نداشته باشید ممکنه که خدای نکرده شما رو مثلا شامل ایردراپ نکنه. پس تا حد امکان تاسکاشو انجام بدید. تاسکای خیلی ساده ای، الان من همه رو انجام دادم، فقط این دوتا ریویو مونده که اینم بشه ببینیم چی در میاد ازش. رنکش هم که باگ داره، رفرال نداره، اینم از این قضیه. عملا چیز خیلی خاصی نداشت، حتما داخل شرکت بکنید. حالا اصل کار فکر کنم یک هفته دیگه میاد. سایت دوم یادم رفت، این سایت دومشه. توی سایت دوم شما روی این چیز پروفایل روی این آدرس کیف پول باید کلیک بکنید. این آدرس کیف پول هی عوض میشه، یعنی من الان رفرش بکنم هم آدرس تغییر میکنه، همین پرایوت کی که اینجا نوشته بود الان بزنم همه اینا تغییر میکنه. راستی اولش هم یه پیام واسهتون میاره میگه که کیف پول اصلی متصل نکنید چون که این یه سایت آزمایشی بتاه، ممکنه یه سری مشکلات واسه والتتون پیش بیاد. حالا شما چیکار میکنی؟ یه والت خالی از دارایی اینجا برمی‌داری پرایوت کیشو، پرایوت کی والتتون رو برمی‌دارید، روی گزینه ایمپورت پرایوت کی کلیک می‌کنی و پرایوت کی والتت رو اینجا وارد می‌کنی. بعد از اینکه اینجا زدی روش تراکنش میزنی. حالا مثلا من خودم نمیخوام انجام بدم ولی خب باید حتما والت خودتون باشه، روی این والت نه تراکنش بزنید. حالا من به صورت نمونه فقط میخوام بهتون نشون بدم. اینجا آدرس کیف پولتون رو مینویسه، آدرس کیف پولی که پرایوت کیشو وارد کردید، اون آدرس رو کپی میکنی و حتما وارد بکنید، یعنی روی پرایوت کی کلیک میکنید، اینجا پرایوت کی والتتون حالا متاماسک اوکی ایکس هر چی هستش اینجا میزنی، بعد روی کانفرم کلیک میکنی، اینجا آدرس کیف پولت رو براتون میاره، آدرس رو کپی میکنی. بعد از اینکه کپی کردی میای پایین اینجا آدرس رو وارد میکنی، اون دارایی که اسستی که هستش اینجا وارد میکنی. مثلا من میزنم اتریوم و مثلا میزنم 0.1 اتریوم، بعد روی سنت کلیک میکنم و در ثانیه واسه من میفرسته. اگه روی اکسپلور هم کلیک بکنم که این بالا هستش، توی یه قسمت هیستوری مانندی بهمون نشون میده که ما چند تا تراکنش اینا داشتیم. حالا اینجا نشون نمیده چون من والت وارد نکردم، پس حتما باید یه والت وارد بکنید بعد اینجا بشین تراکنش بزنید. اینم چیز مهمیه. اینجا یه مقدار دارایی آزمایشی بهتون داده که میتونید روی اینا تراکنش بزنید و حالا سعی کنید با مقادیر خیلی کم، حالا مثلا 0.1 اتریوم زیاده، مثلا 0.2 این اتریوم، اینجوری بزنید که با مقادیر کم بتونید تراکنش بالا بزنید. اینم از سایت دوم. جفت لینک ها رو براتون داخل دیسکریپشن کامنت ها میذارم. دمتون گرم، عشق منید.